این صحنه شاد و عاشقانه خواستگاری از یک جوان دختر در ایران مقامات را به خشم آورد و باعث از کار رانده شدن دو مسئول شد. این نوار در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. در آن لحظه پیشنهاد ازدواج به یک دختر تصویر شده است. مرد در نزد مقبره شاعر نامدار حافظ در شهر شیراز دوست دخترش را خواستگاری می‌کند. مقامات گفتند در ویدیو صحنه‌های جای دارد که ضد قانون‌های اخلاقی ایران است. در آن زنان حجاب ندارند و جفت عاشق در میان مردم همدیگر را به آغوش می‌گیرند و موسیقی صدا می‌دهد. رسانه‌های ایرانی خبر دادند که در پی نشر این نوار سردار آرامگاه دستگیر شده است. رهبر میراث فرهنگی و سیاحی ولایت را نیز بازداشت کردند. اما در شبکه‌های اجتماعی آدمان بسیار جفت را طرفداری کردند. حاکم ولایت آن را ویران کردن قانون‌های شریعت نامید. درباره عاشقان خبری دیگری نیست. بعد از ستیزه‌های همگانی سال گذشته در سراسر ایران زنان قانون حجاب را نادیده می‌گیرند.